خب دوستان عزیز، پیشتر که نوارها گرفته بودم با از پس میخواستم از اگشته میخواستم، ما میگیم اگشته. خب میخواستم نوار ثبت کنم درباره خیلی ها میپرسن رسم آیینی بخارای شریف. خب بیایید من خیلی زیاد دربارش گپ زدم. من درباره کلا بخارای شریف گپ زده بودم. متاسفانه دوستان ما که در صحیفه های گوناگون هستن اینقدر مغز کلشون پر از سیاهی بوده است، خیلی زیاد، اما در کوینگی چسبیدگیستن، در نظر من مریض نمایدن، فقط بد کردن به میگذاشتن. می ترکای بد میکردم، مغولای بد میکردم، بعد یهودیای بد کردم به گذاشتم. اوکی اون کار شماست، اما ما تو بزرگ نشدیم. گپ اینجا است. من از کوچه شما نیستم، از محله شما نیستم، از شهر شما نیستم. این معنا دارد که من فرق دارم از شما. البته درست است که هم تبار هستیم، هم زبان هستیم، همش یک طرف، اما فرق میکند. ما دیگه تبر بزرگ شدیم، ما اهیل بزرگ شدیم. بازم میگم بین ما کدوم خصومتی نبود. راستی ما با خیلی ملت ها در بخارای شریف خیلی خوشحال زندگانی میکردیم. ما همین تو بزرگ شدیم. با همین خاطرم که من هم تو بزرگ شدیم. امروز در آلمان وقتی من آمدم یگو مشکلات من ندارم. مقصد هر کس بینم این کافر است نمیگم، این شیعه بوده است نمیگم، چون که ما همین تو همه که رفت آمد کرده بزرگ شدیم. کار نداریم به کار شخصی کسی، قاطی هم نمیشویم، به هیچ کس ما کار نداریم، حق نداریم. در یگان دین با این حق داده نشده است. ما حق نداریم کار شخصی کس با مداخله کنیم. فقط که انسان از آدم است، با همون رفت آمد رفتاره در جای یکو میمونیم، یعنی آدمگری رو پیش میمونیم.